ریزه کردن شروع کن. ما و فریده جان میچینیم که کابل ریزه کن که بخیر کمشه دستم جور نه قضیه تره من خیلی گامه ما فریده جان میچینیم تا باید سو ریزه کردن میچینیم من تا کنم ریزه کنم خوب گپ است و این برای تو من بخیر دستی که دست تو ریزه کنیم ما و فریده جان یه چیندن که بخیر خلاص میکنیم دیگه یعنی پیشه خواست ریزه میکنه که شما یه در ریزه کردن که دیگه ایش خواهد شوی ما میکنم خیر است اینه که تنخواهی میکنیم دیگه به خاطر که تنها نمونیم می همکاری است که من برای که ما میچینم فریده جان و باید خواهد کمک شده و جوان نامخدار ریزه کردن این ریزه کردن گندنه یک چی است یک دیگه بخیر شروع کردیم گندنه ریزه کردن خانم از این سو ریزه میگیم باز تک تک شد تو باید فریده جانم اینه بخیر چی میکنیم شما بچینیم بخیر فریده جان میچینه ما مسئولیتش میکنیم فریده جان تنهای نایمان مجاب کردم دیگه که موضوع خلاص کنیم که نه تو دیگه که موضوع المالات که مسابقات با المالات پیش ما نکنه باز مونه درگاه یک قودر وقت مویده چی کرد؟ از مادر منو که نقص مانده خب دیگه موضوع هم از موضوع هم یک دوسته ما بسته کنه یک دوسته بسته مانده و یک دوسته منه میگلد درگاه بخیر موضوع دیگه تخرف میکنیم دیگه میگه کیندن میگن دوسته ایدو زیسته نقص کسی که سوه دستگاه یک درخت انجیر داریم ما که به این درخت انجیر ما گندشکا بسیار میشینن شو که میشه شام که میشه دیگه باز ببینید فرقشان هم جا میشه و که یگان انجیرک ما را میزنن هم سایی که طرف سر باید میبینی نمیره گندشکا میبینه ما خانم دیگه بخیر که بالا فریده جان کشت دیگه که بخیر مفیل یک گیره گندنه داشته باشیم باید یه خلاص نمیتونی لحشن باشه کیه؟ مادره مادرت؟ مادر کار زیاد است دیگه کار موضوع حالا داره با مادر با مامان باز پخته کردنش رو میکنه و از موتی بیشتر تو باز کپیشی کو فقط ما امرایش میباشم و فقط مادر فقط جور کنه ما در روغن الا میتونم تو از روغن پخته کرده میشه بکشتی نه خب جور شده که مادر کنه پخته در روغن مطایش میکنم و سرخشته چوکو پس روی دو طرف رخشته چوکو شام شد و سرخت و گندشکام زیادتر میشه و دقیقه یکی صبح وقت که میشه مثل سرخ برقشان بسیار زیاد میشه صبح وقت که از خواب میخیدن و برای میره هر کدام من برای اون وقت همی راستم هم خود خدا میکنم کار این وقت همی صبحی میرم ماست که میشه گندشکان هم ترال میکنم تو من داریم سرخت و کشکا بیدار میشن مثل موضوع نماز میکنم شام میشه ساعت سادا میکنم کلای بیشتر جمع میزنی یعنی پرنده و خوزنده جان تمام هر کس میره خانه خود هر چیز خانه داره و گفته که میره طرف خانه خود باور کو که انسان خود باید بره دیگه کام که طرف خانه خودانی گندش تو راست میگه خانم عزیزم پرنده با همیشه میشه در هر درختی که یا در هر جایی که لانیش میباشه میره در لانی خود میرسانه دیگه امام سوال میگم تو سر کس همیشه میشه سر موترها چطور میشه کس میگه من برسم خانه شام میشه کاری که میشونه اما کس دیگه برای شو میرسانه خود دمولان اگر خود اینه مالتو امروز اینه دلون اگر خود خیلی نکاری باستم میکنم چرا نی؟ ما هم کار خدا میکنیم و گندشکام سرقت خدا میکنه
چی که خانم عزیز بخیر ریزش کردی والا بیشتر که حالا میشویش دستش یک شوشتنش خوب که بریم بخیر ما هم امروز دیگه بشینم پر کنم بخیر پر کردن شروع کنیم تو یا پر گفتن شروع کنیم هر دوش هم پر میگه من گندنه بولانی جور کنیم میگم گندنه پر میکنیم و همچنان صحبت میکنیم که ما تو چرا کم گندنه پختن میکنیم بعد یک بولانی دیگه هم پختن نگاه چیز خب بیشک از بولانی انجیر خو مرا خوشم نمیاد دیگه اون بولانی انجیر که هست یه در طرف می از انجیرای دیگه اگه میکنی صحیح انجیرای درخت میگه از اون انجیرای سر خوب پختن انجیر برو خیلی خامش صحیح نه چرا بولانی گندنه میخورم خانم عزیز امروز شما یک جای و حالم در بخیر نازه و میکشیش و شفترش میبینی از چه قلم من میگیری خب بخاطر که هوایش میگم خوب بریزه دیگه انیا را کل چیزی که یک دانه بولانی دیگه هنوز مانده گندنی به داخل اگر میگی که چلاوزها فدرم اوش حساب کنی گندنیش میمونه یا ایلا کدیار ایلا کدیار یار دار خشک جمع کردم دیگه چه ایلا موقع کتا کتیش دست آمد ولی میگم اونو باقی ماندهش که اگر میمونه ایلا کدیار یک دانه بولانی نیت که کم بخوری کارو چرا خب صحیح نیت یک بولانی کم بخورم با زیر پرتم در روی زیر درختک پرتم باز در زیر درختک گندمش میمونه باز کنشککان بخوره سوا بسه خب دوست عزیز ما گندنه را اینه ببینیم که چیندیم ما شوشتیم بخیر اینه شوشتنشون خلاص شد میریم دیگه با سر خوشبسانه خمیر زغاله میکنیم و میشینیم بولانی پختن میکنیم دیگه قصه میکنیم ما هم امروز هستم خانم عزیز که هر قصه داری و هر گفتنی داری انشالله بر ما بگو که ما بر دوستا بگیم کم ذره لاسپیکر ما بلندتر است خب تو قصه کو داریم بو است بفرمایید میگیریم من میریم دیگه طرف آشپزخانه تو دیگه من میبینم که دمو او مایار گرفته میری تو مایی گرفته برو من میرم گندنه میشه گندنه پس پیدا جا که من اینجا خواهد اولا خب من میگم خالی میکردم تو از جانسانی رفتی آمدم اینجا از ورخواهی باش مستمام شد نه چی کردی خانم عزیز هوا خالی کردی هوا خالی کردی در زیر درخت خیلی بیا دیگه تو که ما اینجا بیا که ما بگیم کار کو چی کار؟ بیا اما خمیر در کجا منی؟ رسیده بیدی؟ بخیر بیاد شد خب تو بیاریش ما چرا بیاد وقتی که بخیر یک دو سه تا بولانی پخته شد باز ما چی میکنم؟ باز ما خانم عزیز وقتی بله بر دختر ما میکنیم باز وقتی که بولانی پخته شد ما چی کار میکنم؟ ما بخیر دیگه دوغ جور میکنم صحیح؟ نه یک دو سه تاش میگم که پخته شد باز دیگه دو سه پای میگم آه خب پنجش که پخته شد تا ششمشه ما دیگه دوغ جور میکنم حالا فعلا آرد میگیری بخیر آرد بگی یک ذره که همون تخته را بیاد حالا تخته را کجا ماندم باش میرا چی نکردین؟ نه کل سامانش تیار کنیم دیگه دیگه کرکره بان اینجا چیه؟ موزن چسبیده خب خیلی چسبیده بیا خمیره پیدا جون اینجا واه 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 خود همون طرف میکنه همی دب همی خمید که برآمد بفهمی که رسیده خانم عزیز میبینی؟ بیا دیگه بخیر آردم یک هم ذره بیدی که باز وقت توار کردن آرد کار میشه و اوه بس باش گیره زلیخا جان که در اینجا ما در کندوی خب قلفه که بند کردم که زلیخا جان کدام روز کش نکنه نه نمیکنه زلیخا جانه که یک چیز کار بگی نکن نمیکنه دیگه باز دختر خوب است میفهمه گپه بخیر خانم عزیز اینه آمدی کم پیش میگیری به خیلم زغاله میکنی زغاله میکنی این زغاله کنم تا زغاله ایزی خدا پرته خب پرته گفتم منی آیلا بتا خدا باز در او نمک میکنم یا پرته بعضی کسا میگه پرته بعضی کسا میگه ایلا بتا بعضی کسا میگه پروایه میگه نال ما شما میگیم پرته او مگم حالا نام خدا خوب خمیرش چیز زود زغالش ایلا میتا خدا میبینی از این رقم خمیر معلوم میشه که امی زود زیافت هاو شگنتی میبینی
کار حالا این نزد چه تو وقت هستی؟ ورخطا نیست ماما بلانی کردن از کنار نکن خواهی نمی بولانیست دختره می نمی بولانیست نه این بیری کن شرکه کاشه تو بولونی کلان میه زغالای شارکی گو خانم اگر زغالای بولونی شارکی کنی از در پگیا باور کن که 20 30 دانه بولونی میشه تو قوصله نه قوصله ها یارا بوده تا بلانی کرده بیرم ها آوزه بودک داداش ها پخته کرد خب اینا موشموخ به خاطر بازاری نیست موشموخ بر خود میگیریم اما تو دانه کتا کتا بخور یا بیشتر از او 20 روپیه از بولونه 20 روپیه پخته میکنیم موشموخ بعد محمد 30 روپیه پخته میکنیم تست جون کو که دمی تبنگ بگیرم یک دفعه دمی بازار برم دمی سر خود بگیرم این بولونی گرم بولونی تازه بولونی باور کو که وقت خلاص میشه ما پخته کنم قضاوت کشم خانم تو ببری گرم بولونی دیگه کس بخوره من خودم اینجا بشینم گوشنه و دوشنه از سک چی کنه یک خمید من نظر که یفتاد است تو پارتی پایده جون یک ذره گندنه که ما بولونی چی نداره نمک سبز کرای شوه یک آشک کنم این یک آشک بخورم بی نمک هایی که نان خو نمک داره نخوری که سیر میکنین خواه نانای خوشگل این زلیخا نان خوش که در دستم داد من خود ماما پیدا بلکی دیگه اینا خانم عزیز باور کن که ما بخیر دیگه اینا لور کردن بسیار آسان آوار میگیرم نموتر تو پرکو ما آوار میگیرم بیارم دست پایده جانم تخته واشگاه داره تو بیار از بیز بیار از آج میل بیار کن اینجا من تیار برش 4 شیشتیم دیگه که بخیر آوار کنم باش که ما کرایی رو بکشم منی کرایی کلان رو بکشم خیلی خودت یه دفعه بخیم کرایی رو کشیدیم باش پایده جان خانم تخته و آشگاز آوردیم من تخته رو میگه بانم ایره آشگاز ایره دسر ازی دیگونم دسر ازی خانش صافی که سیار پاک شوشتیم بیار به تخته رو صافی که آشگازم اینجا شوشتم پشتر رو آوردم در اونجای ماندم از یاد بودم کل همی دوانم پرتم نه در روغن تو یک دفعه او را بانم ولی کسی که در شما خطاستی بایستی که چی در پایین تا کنم یا در اونجا بانم نه خو اینجا فریده جان استاد میشه تو فقط من ایلاش میتونم دایی تو فقط جای به جای بیشی پر کب تراده تکلیف نمیتونم باش تو بگم سرخانه اگه اون سرخانه کتاب بود اون جوال که کنو پوستک میداد سرخانه این سرخانه ده سرخان دیگر رو خیلی نه قسمت دستی رزی ها باش میره پس کنی سواز کنی او رقم هاش و بعد بگه نانک از دوزی تیمی دختر نه خود نان خوشگانی که با سیر میکنی چقدر بکنید خانم عزیز در کدام چی رفته بودیم امی تخته را خریدیم که امی تخته آجگاز که باز یک تشکری کنم ازش برنامه خواهرم که بر مقالا را گرفت اینا از امون محبت از باز که اینا بیخاری را اینجا ماندیم و آمد راحت آوار میشه داغکش پروا نداره خانم عزیز چی که خب زغال خلاص با دسترش یک چند دقیقه خیلی بیشینیم دسترش چی را آور که یک چند دقیقه بیشینیم بعد از او آور کنیم آخ ما تا که دو چی گرد کنم سریع تا نمک و روغن تو دو گرد می خانم عزیز بلانی که تزنی از ما پرسونی بولونی گیره که آل خود خودش نمیشه مرا بگو میله در منزل پایان است نه در چی گرد چیام آوا کو آقا از آوا کو با کچلک دارم نه دوون دست یا در زیر از دیگه خانم باش خیلی پاش که ما بگیریم گوش کنم میکنیم پاش مجیم پاش حالی دیگه که تمام تا پایش موقع میگیری بخورم
برو یک جایی با برو پرت بودی چه جا کلام خاو میگه کنه بیار خاو دایشی بکنه هم با که بولانی ماره کلش میخوره اینا لو میخوره با بردیشه مرم نمکم بخور بپیش نمی کن مادرش نمک بوده؟ خلاص مالا خانم من گفتم خیلی وقت مادرش دیم تخته و جز وقت آوردیم که دیگه بخیر هوار کرده من نوز روغن نکردید ای نمک ننداخت خاطر از این او جدا میکنه اگه پیش از پیش آدم پردانی خانم دیگه ششته باش خواست ششتن آمدیم نه یعنی اگر مثلا نیم ساعت پیش پر آدم زمینو رو او وی نه خود دینه رو شب باید بخوره میستیسته که ما چه خوش دیگه نبودیم نمیدازم بود کنم ما گلم درسته من چه خوش کنم بس که 5 تا تازه من خاطر نکنم پایین ایزا شایسته نه را نمیده باید تا نمیخورین خیلی ننداز گمش کنید نه وقت چیز که مریضی است که کار سری خواجه نه نمیسون اونجا اینجا بیاده بولی من بیاد خب اینجا بشی که تا مادر بخیر دیگه بگو عمل کنه دیگه ممکن فعلا سیستم که ببینیم که مادر چی میکنه خلاص کشه تو میتونی خب بیشک تو کو تو همه تر خالی تو کو میتونی باز اوار کردن میتونی خیلی تو اوار کرده برو که ما چی کنیم چیش کنیم ما پختیش سایز نمک پرت زیاد دو قاشق پرت 3 قاشق پرت 4 قاشق حالا گندنه خوب است که باز بیخی شفتارش نکنی ولی مشکلش کنی مشکل کنی اما اگر نمک گرد شود یک وقت میشه که بازمی سوزی را سرخ کنه باز کار کنه مزه میدید اینه کار از یه خلاص شد نابزل جب شده ایسته بتش صافی را شکرم که عوشته ایسته برای خب بیشه اگه نول ما بخیر دیگه آستینا رو برمیدنم زغاله را هم یک دانه که افتیده و اوار میکنم تو بخیر چیکو پس کنه گمش کنه کم زر آوردم خود اینجا آره هست بغل از باش ما همه پر اینجا بشینیم فایده جم تو پس بشی دختر چی میکنی که پس بشینه اینجا پایین کنم که اینجا بلند هستم اینجا راحت اینجا پایین میکنی بکر سعید خیلی سر چپا نکنی واقعا سر کارایی در سر پایت نندازی اگر نمیتونی که ما بیایی نه کاری سر لاینش خو میره سر راحت هیچ دیگه گفته تو که بشی و بخی نشه اما در دلجم چاردانو بشی و مرام گرمی کنه و تو نزدیک ماتش باشه خیلی خانه شده نتی او خانه شده یا کمی سوبا فایده جم تو از پشتک بخیر فایده جان بیا تو اینجا در جای من تشک پشو واه واه جای من خود بسیار اساسه لیکن متر کنم شروع کنم بخیر خانم عزیز دیگه والله بعد دستی که 20 تا روار میکنم از کدام زغاله کرده بیم از طرف راست زغاله کرده بیا از طرف چپ اینه کلش آماده است انشالله روغن سرخ از بخیر این انداختم بولنی را پیشتان کردم اول هوا کردن شروع کردم نازک باشه یا دبل بولنی نازک یا دبل نه نازک نه دبل مشکل نشه کاغذ میخورم بارا کاغذ میتونم بیا نفر جون کاغذ میتونم خب دوستان عزیز ما بخیر شروع کنیم برای پخته کردن بولونی که خدا کنه که دیگه بخیر و خوبی پخته شد و بشینیم جمع کنیم دیگه شب شده دیگر ما شب شد بخیر این اساسی که خواستیم که ما بخیر بولونی کنیم بالاخره در سنه رسیدیم که پخته کردن شروع شد خانم عزیزانی اینا رو بخیر ببینیم که
بعد ببینیم که چی حالت در چی اندازه باشه. زیاد تو تاپترک نکن. خب تو بازا کاری سوت نیست بزن. سایتی. خیر باشه دیگه شد خیلی کم داره کارش چرب روغنش رو چرب میکردیش که یه خود در تخت هم نیست. همه چیز به خمیرش سخت داره که زیاد تاپترک نکن سک آوارش کنه تازی آوار میشه. این هیچ هارد نمیگیرم خیلی دیگه. مگه اگر نچسب به خمام خوش هستم. نمیچسب به خمیرش نر نگرفتیم. خمیرش به اندازه خوبتر گرفتیم. باید من ساعت برای تشم بده دستم خور میشه. چی؟ میخواد؟ لایفا چی میگه؟ میگه که من برمه ریزگه کن. سلیقه عجب. چه قیه؟ قیه حوصله داره دخترم که یک دیز که این خوب بازار شک میشه قیه که کنم. ساعتی پر کردن از بخیر دیگه خانم دید ماله بیخی همه تر برتقار میکنم و از کار و گپ بیخی میمانم امرای دوستا یکان در قصه یکان در گپ داشته باشیم باید میگه نشه که یک طرف ما و شما در کار خود مصروف هستیم اونجا دوستا هم ما و شما را میبینه باید یکان در گپ امرای از بونها داشته واه 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 مستد مرد نستو که وزن چی میکنی؟ خو یک خبر خو کوی نسایی که تو کجاست که معی آستان برو سعید تک مزاق کنم یکم در فریده جان برو یا کلش یکم ماما عجب نه سعید تک سعید سعید دخترم سعید باز اگر زیاد پخش کنه باز پختن نمیکنه زلی خواه اگر پخش کنه پختن نمیکنه پخچه باز پختن نمیکنه فریده جان بله تو دختر من تختک از زیر بیار من از زیر از این گبانم پخچه بلنده؟ با پخچه بلند واسه که اینجا سرخ هم نگه با خیر چیز است؟ چی است؟ یک کارم یک ذره به اون تویش فرق بود نیکی فرق بینی یا یکم راستش کن چیه با این بزیده دفتان بود دوستم که دفعه بان دست پس رو داشت که برید سرخان سرخ میرزید یک آوری باشه یک آوری که باشه که باز یعنی چه پخشه واقعا لذیذ باشه گل کردی؟ نه؟ اصول چی رفتم کنیم بلند؟ باش دیگه سفیر زیر پایگه که باز میشه یکم اون طرف شما نشون زقاتش کن صحیح بود اینا صحیح شد بخیر میره تاو گفته یه رفت تانه بیره گلونی را بی فریده جان ما بخیر دیگه نوار میگم بالش این چی ترگاه که دخترش دوازده روز در بیاسفال فرق هم نزدن روغنا رو که به میتیاد دخترم دیگه ما خو یک داره آرد سعی که کالا اینا فکر اوار نکردم اینا آرد سفید میکنه خود تو زیاد میگم تا کار فرق نکنی باز سر آدم باز قال مقال میکنی میگی کالا تا سفید کردی او آدم نمیتونی نمیکردی حالا هم سرم کار میکنی باز وقتی که این برنامه خلاص میشه سر آدم قال مقال میکنی خانم عزیز والا دیگر ملامت تام نمیکنی فراس میگی ولی میتونم بیچاره چقدر بوشی چقدر پاکی ما باید خودمون احتیاط کنیم تو احتیاط کنی هنوز احتیاط کرده یا هنوز احتیاط کرده که تو دوار دست احتیاط کنی چیکار کنی ما بسیار احتیاط کردیم سر پاک ستره خانم عزیز نمیخوایم که تو به تکلیف شوی و من شار برو من بر تو از پیش بندکای فراشوتی میارم ای خیر بینی از اونم ما رو من بسیار گفته بودم که بخیر یک دونه که من باز دمتیام انه میپوشم که بخاطر آشام یگان وقت آشک میکنیم آشک هم میکنیم دختره فریده برو سعید وزگری کالا کنید خواهد شواز کنید خیر وقت خطا نشد بگید فریده بس این نمیگه سعید این نمیگه سعید ولی خانم از این کارت ندانم میچست
متقاق نازک خودش به هوا نچسبانه. متقاق نازک خودش همونطور بولانی نازک همونطور قاق. اینجا پرتش. پرتی بوده روغن. باش خوش بخور. ظرف دکا بودی فایده جد. که دایش بولانی را بانی. آینه. لب بولانی لک نباشه این طرف اون طرف شخود نازک کنم که باید پیش که روغن سخت. بله بوده پرتی دیگه شدش. تو در کجا کشم تو بی روغن سر کنم ایده نیندازم. همون کارایی ناسوش که گفت که یعنی کارایی ناسوش باز این بولانی ها جای نمیشه دیش. خوب تخمه. خوب تخم. خب بعضی ما خود برکت که ما سر کنم خانم عزیز یک هفته یک تخم از فامیل دمو کارایی میشه. میخرم دفعه بی زلیخا رو خواه برتی برش بولانی نه جاش خواه شدی زلیخا برد بولانی که کنم زلیخا جان خواه نکنه همزایه که بولانی دوام زلیخا سر من تو زمان آوردیم ماندیم زلیخا جان قار کرد دیگه همون تو ایلاش کنیم اینم شب از بدهش باز آخر خورد آخر دادی مالی یک و همه رو نگرن تا جنگ دوام اینم شب اینا بولانی پخته میکنیم خود ما بخیر باید کشنه زلیخا جان نوش جان کنم باید سرخ از دخترم یک بولانی سر چه دقیقه به دقیقه فرده جان روغن در بولانی سرخ شده میره فکر باشه زود خبر دیگه که روغن دقیقه به دقیقه سرخ شده میره خدا این ایشون شما پچک کوکو بشینه روغن وی سرپوز سر از چیه؟ زوره پرده که خود غالش خوب نفر کرد باید کنیم یه یکی بیاد موضوعشون خوشکت میشه ایده میگه سرپوز چه سر خوش نشده این که نکنی میشه بخیر نه وقت پخته کردنش همه میگو خلاص کردیم باز کلان خلاص میشینیم یه خریب دستر کرایی مثلا امیال دلم پخته میکنه که امیال دستر کرایی پخته کنه که امیال اینش که پختهش دیگه بشینه بخوره نه گمش که وصله میکنم که کلش خلاص باز میخوریم صحیح معطل استی که او پخته شد نه پیش کنیم باز باشی خیلی باش که باز غار میشنی بگم نه چیش میکنه غارش میکنه نیگانی تو وقتی دیگه پونی کجا هستی؟ کامرا مانده خیلی بزننی کجا هستی؟ پینه تا پیش هستم خواهی گاشگازه گرفتم کل تای گاشگاز کاری میکنم خوب نرمتان میکنم باز بعد از اون بولانی میتمتانم مفت خونه است که اینجا آمدین کل چیشتیم چاردانه بولانی از کجا بشه بولانی؟ تا که یکی کش تا نکنم بولانی نیست عرض فرمایش میتین بولانی پخته کردن ما آسان نیست پیرازی بولانی خوردن برد ترشین بخیر برد ترشین خودم میخورم تا نمیخورم تا نیم برد شما مونه نان چای بخورید نه که نمیال قار کنیم میتونیم چای بر نو خریدین دنمو چای بانین نان چای دنو بخورید یه ما تو کش نخواهیم کنیم شب هیچ کارم یاد نداریم اینجا ما یک ساعت از شیشتیم یک دانه بولانی پخته نشده وی مزاق کردم خیکلتان بخورید برو باش که من از پیشتان باز میرم اگه که اوارم نمیکنم برتان بوزو بودگر فامیلی تنها مانده امروز تابال بند مانده مرا میگه بیا من گفتم ما خودم کار دارم باید دلی خواجان سرخ از دختر میکم زره یک کنه خب؟ همو چی؟ داشوان میگم داشوان امروز تنها مانده شاگرد خدا نمورده سرخ از دختر میک کنه بیچاره تابا حالا بند مانده شد میزنه تو هر کدام صدا میکنه میگه بیا نان ما رو پخته کن نان ما چه شاگرد خدا نمورده؟ شاگردش مریضه
یه از مرزه کنم نه ویلا که شاگرد خود است یک دن دیگه میگه میگیریم حال شاگرد دیگه پیدا نمیشه برش امروز گرمی یکی آفرین شد گرمی هم است البته شاگرد خود در کدام کار دیگه پیدا کرد شاگردش ایره چطور خراب کرد خود چه او را گفتی یار نندازنه او چی شد چسبید یکم از پیش مغارم شد و همچنان اگر شما میتونین آورکده بیاین که من اونجا او کار ما بگیرم در این کار شما بیاین نه تو حالا که بازیتر شاید تو کنیم بود چیه بعد تو اگر دو کنجه شاید داریم من سه کنجه شاید دارم سه کنجه شاید داری؟ بولانی سه کنجه را دیدی؟ داشت پختانه میکردی؟ آزماق کده نشاط دارد خب بهتر تلفانی سیاه کرد خیلی بگید در والا سه کنجه پخته کو که از پشت سه کنجه تاق شدیم صحیح جورش کنم اینی ده آورد کن دوست عزیز یک وقفه میگیریم باز بر میگردیم که بخیر انشاءالله باز میبینیم دیگه پخته شدن چند پخته شده و فضا جان خب طبیعی که تاریکی شد بولانی نسوده خب دوستا ایزی برخواه ما رفت دکن مخصوصم که یک دخور دلی تاریکی فیزیده باشه اون بیتی داشتانه بیاره بر ما روشن کنه در تاریکی موندیم دیگر خدا کنه که خسته نشین و برخواه ما بخیر و بخودی پس بیایم یک چند خیلی رسیدیم که ما مرد فیضا جان بولانی زحمت کشتی مال بولانی ما نسوده که بی زحمت نکوزه خود اگر این آخریش بود یکم زرش مانده بود که متاسفانه که برخارف نیفانده یک چند بجه خدا کنه که بیایه وال برنامه مانیم که نمونه یا دیگه چیزم نداریم ایلای تورام دیگه قدر چی نیست زیادتر نکو زلیخا جان دست نزنی خوب فایده جان فکر داری که بلانی نسا دختر شدینم من در میسنه آخرم او وقتایی که یکی از زایده میمان خانه آدم بیایه که بگوی برخواه باشه یا چی رقم بازم مو سرچه همیشه میره برخواه میگه از ما بینم شب دیشه و برنامه ما در وقت بولانی پخته کردن برکاره باید جوز یک بولان زیرست کشه دیگه وقت که بیبرقی بسیار جا سخت است یکی چیز موبت کردن چی بسته؟ من؟ آینه خشت باز نرسیدن اینجا نمیشه اینجا چی توجه دینا تو چی غار شده باز باش میتونه زیادتر بونی میشه نه فایزدین نشد بیا نه دیگه بیا دیگه کمش کنه در این تاریکی دیگه آل خیلی چطور کنید اینا بولانی جور کردنم فکردنم در این تاریکی خلاص شد رفتیم اینا دستاله ما برقا رفت دیگه و بیا ما بشینیم دیگه تا چوه در خودان برقا بیایه تا صبح تا نصفای شب نگیره بردیم برقا که یک چاره میکنیم پناه به خدا دیگه انشاءالله که خانم عزیز بولانی تا کم مونده جنش یک دانه شما چند دانه مونده؟ یک دانش یک دانه دو غجور بخوایی دو بسیار دو غجور نکردیم باش ما دو غجور که بادرنگ برما بیاریم دیگه تو نه فجده تو بیدی کار داری بخیالم بولانی برو من جورش هر کدام تان بیکار هستین اما بر یکی تان کار دا بیاریم کار دام بیاریم بادرنگ داریم همون نکام بیار همون نارو بیار گلسه یکی من گفته ایست خدا کنه که برنامه نیمه وقتی بشم ما قصده نشد ما خواهده کردیم وقتی که ما وقت نداریم این سوره است اگر
کار میته که نه تو خلاص ضعیف چاچ شد. خلاص میشه ضعیف شد دیگه که بابا. من امروز یک چاچ نگرفت و نیفهم بود چاچ فیضی سرچپه مونده بود چی رقم این در چراغک های بسکوی و یکان کار بگه این بخیر کار بگیره ما یک فعلا یک دوغ اما تر دوغ مزدار جور میکنیم کمرای بلندی خانم عزیز نوشجان کنیم و دوغ هم اما تر یک دوغ خوبش باشه که با حوصله ما پیش از پیش تا بکنیم تا تو یک بلندی پخته میشه ما هم دوغ شروع کنیم که خوب دوغ بیاید تو صحیح این ایام دیگه دانشمون خلاص شد بخیر و بخوبی دیگه میشینیم باز نوشجان میکنیم و دمی تاریخی میشه که دست کنیم خلاص کردیم ما هم دوغ برای جور میکنیم بخیر دیگه خیچتو کنیم بیبختی ها و تاریخ جکات و گپار خدا را داره گپار ما شما خب ایسه که همون مردم ها ایستیم که دمون تاریکی گکا خوش هست و تو کنیم دیگه حالا دگر در پیش ما صندوق نیست میتر اگه بگیریم یک اندر چی داره مر کار داوردی فریده امونانا رو مودی چند دانه بادرنگ پرتم 3 تا رو بودی ارزش پرتم میو قدره سیگما چی میگم بازو هم گفته میگه که با من اندازه جور کنی به من اندازه چرا خیلی یعنی جا فوقی نشه میشه چی؟ آت بانه دفعه که خلاص شد فایده جا سگو بلونی نسوزه که ما بسته چه خوبی بادرنگ برام این بادرنگ کهی دیگه در رستش میکنی دیگه یک ذره است که اینجا بازمی برقا که میره یا ایست که می برق بیتری ما ضعیف میشه همی چی داره گشتم زیاد داره منطقه ما گشتم زیاد داره گشتم ما زیاد تا میشه اینا یا خدا نکنه تا نشال یک 5 6 دو تشاو نیست که ما باز خوب است که ما همو چی داره همو یک چیز خشت هست یک خشت خوجا مسافر میگن باور کن با قدرتی خدا اونمود در خانه بند باشه که هر رقم شوه گردم معلوم میشه یعنی میبینی میشه اونمود که نبود تو اید نمیگیدیم پای مرا خورد و دست ترا خورد دست پای فایده خورد که رفته بود این امنو از روز کور آوردیم اونو میبینیمش باز میکشیمش فایده جان بادرنگش پریمان باشه یا کم؟ حالا بندازه میکنه فایده جان دوست داره فایده جان که از میگه بادرنگش دمی دو اما تو زیاد آب باشه از امو خاطر بادرنگم بر من کلش آمد ما هم دیگه بر دخترم خوش داره من لازم فریده جان چیزا میگه فخریه جان تو چطور؟ فخریه جان بادرنگش فریده جان عکسیه میگه راست زیدندان تو گرچه خانه از بوده چگه گرچه از خواهی زیر دندان نبیه باز بادرنگ دوغ مزه نمیشه این فایستی حالا خلاص مامی کردی من تو گیلاس کار باشه تو که خلاص کردی مرا ملاقه دخترم ملاقه رو بکش چقدر بچور تکتا بادرنگاره ریزه که نه واره کتا نیست میده سال باش شروع کن کیت میشن کار دیگه میشن مامانش هم کارتم همو فریده جان یک چیز دیگه پخته نشی بخی بود ترموز هم بیار ترموز او فایزین بر از یه بیبرقی ما چی پیدا کنیم از یه الکینکا ما جور پیدا کنیم والا یا رسمی پیش رفت یا یک بر الکینکا چی که همو دسر از میرم تو همو تبیی باز من نمک شیر فت یکی از او برقکای ما چه میگفتن شور باشه یا شیرین باشه چه اندازه بس یه دفعه میگفتی تو دیگه برگاه فایده میکنی شور فریده که شور باشه ما چه شیرین باشه یاد میگه دفعه نکنی بس شما بگین کسی که میخواه بس بس از بس از من تو ببینم تو والله بس نگفتین ولی کاسه خواهد پرشه و بس شما رو نخواهد پرشین خانم عزیز کاسه خواهد پرشه و بس نخواهد پرشین
نه نام بحث اگه شور باشه باز تو شور که بود دایش او میپرفی این کار از خراب شد من همه چگه میدونم جدا است والا خیلی خوب شد یک دوغ مزدار دوغ بسیار همه تو دوغ جشنی دوغ والله تو دوغ جور کردیم که در بازار همه تو دوغ پیدا نمیشه خانم بیار گیلاس های دانه دوغ گیلاس در پا بولانی دانه در پا بیارش اینجا بانش که من سودا کنم بخش برخار است یک کس نمیخواد تاریکی کس نمیخواد اگه برخار است کس نمیخواد بیاریم خود ما بخیر میکنم ما هم خلاص گیلاس ها رو بیاریم بانیم به سرخان آور کنیم بخیر فردا جان به سرخان اساسی داریم نداریم بود که به سرخانش نه فایده دونم کنم بیشتر کتا کنیم شما بریم بیار شد خانه پدر که سرخان آور کنیم که بخیر بولانی هم همون روز بولانی دلم راو کردیم اینا دلم پخته کردیم اینا ما میگه کسی رسم کی بخوره زلیخا؟ بایلا نیم شد زلیخا جان اینه بخیده که بابت قابه کردم به این دختر من یک بار تک دو خو پاتم زلیخا یک گلاس دوغت پاتم ببرم جان بخیر زلیخا جان حالا دیگه خب خیلی خیلی دو همون روزای شب فردا دو شب دو خبیر خیلی سر کن دوزه دو سر کن میارم گلاس رو بیار پرش کنیم والا سعی کنیم که قربان محبتتان که ما را در این رقم برق و در این رقم تاریکی یکا ما را شما بیننده است که قربان محبتتان دیگه همیشه بیننده ما باشید ما بخیر بولانی پخته شد و دیگه آوردیمش در دسترخوان که نوشجان کنیم دیگه شما گلکتان بسیار خالی که شما در مو کشورهایی که هستین که گندنه نیست دلتان هم میشه بسیار جایتان خالی ما دیگه نوشجان میکنیم و شما هم دیگه خیر باشه بیننده باشین جایتان خالی باشه و دیگه همین چینل که ما را سابسکرایب کنین نمی بولانی خوردن ما تو خانم عزیز بله یه دونجا بان بر زلیخا جان مرک مگیلا سارا دو پرده غیر میگم که برای می دو ملاقه کلا ندارین باز این ملاقه کری دارم میارن آه خیلی فرده جان برو سعید خیره سر من چرا تومت میکنی من دخترم کاش که زیرش یه خیلی سر فخری جان جان خوات میبره این دوغه بخور که باز بیخی خوات میبره دیگه ایتر حال خواه گرفتید زلیخا بخی دیگه زلیخا جانه نه بخی دیگه زلیخا جان بیدار هستی میفهمم بیا یام از دخترم بگیره دیگه گیلاس خورد ما بخیر دیگه دوغه من رازیم در گیلاس ها و نوشجان هم شروع میکنیم تانین دوغه من لازم خانم عزیز دیگه ما هم بخیر شروع میکنیم بله دوست عزیز در این صحنه که در صحنه خوردن و در صحنه خلاصی بخوای ما را دیگه ما در می تاریکی هم دیگه میشینیم بولانی نوشجان میکنیم جایتان خالی از دل باز هم میگم سرا دفعه جایتان خالی هر کسی که ما دست خطه نوشک جانتان ما را از دعایتان فراموش نکنید شما هم در دعای ما هستین خداوند هرچی کسی جور سکنان سرحال داشته باشید دیگه تشکر میکنم از تمام بیننده ما از تمام خواهرای ما که ما را کمک و همراهی میکنن بله خانم عزیز همچنان ما دیگه اینجا میشینیم دوغه کردم بولانی نوشجان میکنیم یک خدافیزی هم فایزین خیلی کنیم خداحافظ دوست عزیز قربان محبتتان که تا ایدم ما را بیننده بودین قربان چشمایتان تا برنامه بعدی خداوند یار نگهدارتان خداحافظ بای بای